باب سوم الباب الثالث مستحبات الصيام و مکروهاته. عملهای مستحب و مکروهات روزه که در این مسئله های است. المسألة الأولى، مسئله اول مستحبات الصيام. مسئله اول عملهای مستحب، یکی عملهایی که دوست داشته هستند در روزه، یکی سنت ها بگیم هم میشود. برای روزدار مستحب است که به کارهای زیرین اهمیت بدهد. اولا سحرخوری کردن، سحور میگویند، چون پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند تسحروا فإن فی السحور برکه. سحرخوری کنید زیرا در سحرخوری کردن برکت است. روایت بخاری تحت رقم 1923 و مسلم تحت رقم 1095. پس سحور، سحرخوری کردن با خوراک زیاد و کم هم جایز و روا میگردد. حتی یک قطره، یک اندکی از آب هم حاصل میگردد. و وقتی سحری خوری کردن بعد خفتن شروع میشود تا دمیدن صبح، تا طلوع صبح. دوم، با تأخیر انداختن سحرخوری کردن، یعنی که اگر انسان سحرخوری کردن و با تأخیر اندازد، یعنی که قریبی از آن با گفت دیگر اگر که آنجا بخورد این ثواب پاداش بیشتری دارد. چون از زید ابن ثابت رضی الله عنه روایت است که گفتند ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم سحری میخوریم، سحرخوری کردیم و سپس بعد نماز برخاستیم و گفتم، میگوید زید بن ثابت، میگه چند وقت بین سحرخوری و نماز بود؟ گفت قدر 50 آیت خواندن. روایت بخاری تحت رقم 575 و مسلم تحت رقم 1097 در لفظ مسلم. این دوم. سوم، شتاب کردن در افطار. اینم از مستحبات و سنت‌های نیکویی است. برای روزدار مستحب است که وقت غروب آفتاب را دید در حال افطار کند، دیگر هیچ از آن هیچ چیزی را دیگر منتظر نشود. و دلیل آن حدیث سهل ابن سعد است رضی الله عنه که پیامبر الله فرمودند صلی الله علیه و سلم لا یزال الناس بخیر حتی عجل الفطر. مردم تا وقت در خیر و نیکویی هستند که افطار کردن را عجله کنند. بیشتابان در افطار کردن. روایت بخاری تحت رقم 1957 و مسلم تحت رقم 1098. و همچنین افطار کردن با خرما. اگر خرما نباشد با خرمای رطب میگن خرمای تر، اگر آن هم نباشد با آب. دلیل آن حدیث انس رضی الله عنه است که روایت می‌نماید که رسول صلی الله علیه و سلم اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم یفطر علی رطبات من قبل ان یصلی. پیش از نماز خواندن، گوش دید، پیش از نماز خواندن اول افطار میکردن با خرمای خشک. فإن لم تکن رطبات، اگر که این خرما پیدا نمیشد پس تمرات با خرمای تر. فإن لم تکن، اگر اینم اگر پیدا نمیشد حسن من حسوات من الماء، یک جرعه از آب را روزش میکشودن. روایت ابی داود تحت رقم 2356 و ترمذی تحت رقم 696. اما اگر چیزی پیدا نشد، اگر چیز دیگری پیدا نشد از خوردنی ها، پس نیت افطار را مینامد به همین کافی است. و دیگری از قسمت های مستحب و سنت ها دعا کردن هنگام افطار در وقت روزه. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود ثلاثه لا ترد دعواتهم. 3 نفر هستند که دعای آنها هرگز رد کردن نمی شود. الصائم حتی یفطر، شخص روزدار حتی اینکه افطار کند. و امام عادل گفتند و مظلوم، کسی که ظلم کرده شده است. روایت ترمذی تحت رقم 2526. و همچنین در این ماه مبارک مستحب است بسیار صدقه کردن، تلاوت قرآن کردن، افطار دادن مردم، افطار دادن روزداران و دیگر کارهای نیک. از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم سخاوتمندترین مردم بودند و سخاوتمندترین آنها در ماه رمضان نیز بودند. وقتی که جبرائیل با او وام خود و قرآن را با او تکرار میکرد، پیامبر با جبرائیل علیه السلام در ماه رمضان، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن وقت با این کارها مشغول میشد و سخاوتمندترین مردم بودند. روایت بخاری از تحت رقم 6 و مسلم تحت رقم 2308. و دیگری از مستحبات کوشش کردن در نمازهای شب، مخصوصا 10 روز آخری از ماه رمضان. از عایشه رضی الله عنها روایت است که نبی صلی الله علیه و سلم اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم اذا دخل عشر شد میذره، پیامبر الله هنگامی که آخر 10 آخری از ماه رمضان میرسید میانش را میبست، ازارش را میبست، شب را زنده می‌داشتند و اهل خود را بیدار می‌کردند. و احیا لیلة و ایقظ اهله، بیدار می‌کردند اهل خودشان را. روایت بخاری تحت رقم 1024 و مسلم تحت رقم 1174. و همچنین از عمومیت احادیث رسول صلی الله علیه و سلم که فرمودند من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هر کسی که شب‌های رمضان را با ایمان و امید ثواب نماز بگذارد گناهان گذشته‌اش بخشیده می شود. روایت مسلم تحت رقم 759. و همچنین دیگری از اعمال خیر عمره کردن در ماه شریف رمضان. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند العمره فی رمضان تعدل حج،
عمره در ماه رمضان برابر حج است. روایت بخاری تحت رقم 1782 و مسلم تحت رقم 1256 و گفتن من روزه دارم. گفتن من روزه دارم، کلمه من روزه دارم هنگامی که کسی که بر تو دشنام میدهد من روزه دارم من روزه دارم. پیامبر الله صلی الله علیه و آله فرمود وقتی که یکی از شما روزه دار است گفتن که باید سخنان فحش و فحشا، سخنان زشت و دروغ نگوید و جنجال هم نکند. فان سابه احد، اگر کسی او را اگر دشنام داد، او قاتله، کسی او را اگر زد با او جنگ کرد، فلیقول، پس بگوید اینی امرؤ صائم، من روزه دارم من روزه دارم. نباید با او جنگ، نباید با او دشنام کرد. روایت بخاری تحت رقم 1904 و مسلم تحت رقم 1151. بارک الله فیکم. المسألة الثانية، مسئله دو، مکروهات الصيام. عملهای مکروه ناخوشایند برای شخص روزدار. برای شخص روزدار بعضی عملهای مکروه، یعنی بعضی از عملهای ناخوشایند است که میتوان به سبب آن کم شدن اجر یا آسیب رساندن در روزه انسان سبب بگردد. از جمله افطار، هنگامی که انسان روزدار است در دهان و بینی خود آب بکشد. مدمده و استنشاق میگویند در دهان و در بینی خود آب بکشد. غرغره نکردن هنگام روزداری، زیرا ممکن است که یگان قطرات آب بر حلق انسان برود، چون پیامبر الله فرمودند بالغ فی الاستنشاق، در مدمده و استنشاق، در استنشاق کردن شما بسیار رو انجام بدهید. الا ان تکون صائما، استنشاق این آب کشیدن در بینی رو میگویند. مبالغه نکنید گفتن اگر شما روزدار باشید. روایت ترمذی. و همچنین دیگری از مکروهات، عملهایی که ناخوشایند است، بوسه کردن همسر، خواستن کسی که شهوتش بیدار می شود در خود بر خود زمانه دادن نمیتواند. پس برای شخص روزدار مکروه است که همسرش را بوسه کند اگر این کار شهوتش را بیدار کند و احتمال دارد که از او منی براید یا جما کند، پس در این هنگام روزه خود را باطل بسازد. اما از این چیزا در امان باشد، با بوسه کردن چیزی برای وی ضرر نرساند و شهوتش نخیزد یا اینکه آبش نبراید، برای انسان اشکال ندارد. چون پیامبر الله صلی الله علیه و آله در حال روزداری هم چیز با همسرش بوسه میکرد، همسرش رو بوسه میکردند. از عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمودند و کان، اینکه او صلی الله علیه و سلم از همه بیشتر بر نفس خود قدرت داشت. روایت بخاری است تحت رقم 1202 1927 و مسلم روایت دیگه. همچنین باید انسان به هر کاری که شهوت را بیدار میکند پرهیزگاری نماید، مثل زیاد نگاه کردن به همسر یا فکر کردن در جما، زیرا میتواند سبب فاسد شدن روزه او بگردد، یا اینکه سبب جما کردن او یا که سبب دیگر کارها بگردد. و همچنین فرو بردن بلغم، زیرا بلغم را فرو بردن به شکم میرود و میگویند که انسان را قوت میدهد. الا برای این کار ناپاک است میگن و ضررناک است بلغم را فرو بردن. و همچنین چشیدن خوراک بدون ضرورت، اما اگر ضرورت باشد، مثل اینکه زن آشپز است باید آش را نگاه نماید، نمک آن را بدون اینکه آن را فرو برد برای جایز را میگردد، باکی ندارد، به شرطی که احتیاط را پیشه بگیرد و با گلویش به حلقش آن را فرو نبرد. در این حالت برای انسان جایز و روا میگردد که طعام را بچشد. و در آخر دستی بر دعا میبرداریم، دعا میکنیم که پروردگار دین ما را که اساس کارهای ماست اصلاح نما، دنیای ما را که اساس زندگی ماست اصلاح نما، آخرت ما را که بازگشت ما به سوی توز پروردگار اصلاح نما، و زندگی ما را پروردگار برای ما خیر نیکی قرار بده و مرگ را برای ما از خلاصی از هر بدی قرار بده. پروردگار گذشتگان ما را از مسلمان ها، از مؤمن ها رحمت و مغفرت نما، جایگاه آنها را نیکو بگردان و زندگان ما را کسانی در قد زنده در قد حی هستند آنها را برای نیکو هدایت نما و توفیق بده. و درستی که پروردگار تو پاک هستی، تو منزه از هر عیب و نقصان هستی و گواهی میدهیم که معبودی بر حق جز تو نیست، تو آمرزنده مهربان هستی، تو توبه پذیر هستی. پروردگار گناهان ما را بیامرز. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.